الذی خلق، کسی که خلق نمود، از عدم به وجود آورد. این خلق باید سه چیز داشته باشه. این خالق یکی علیم باشه که طراحی بکنه، دوم حکیم باشه که اون چیزی که طراحی میکنه درست طراحی بکنه، هر چیزی سر جای مناسب خودش بذاره، سوم قدرت داشته باشه که طرحشو که بر اساس علم و حکمتش بوده بتونه عملی بکنه و به وجود بیاره. وقتی قدرت پشت سر علم و حکمت و طراحی شد به وجود میاد، حالا میشه چه؟ خالق. الذی خلق، چی رو به وجود آورده؟ اینجا دو چیزو گفته، الحیات و الموت. اول حیات یا اول موته؟ اول موته. تو سوره اول موته. الذی خلق الموت و الحیات، برعکس کرده. الذی خلق الحیات و الموت. چرا اول مرگ آورد بعد رفت حیات؟ مرگ آورد جلو کرد تا حیات تو با برکت بشه، حیات تو خوب باشه. میدونی چه دارم میگم؟ اگر انسان اول در زندگی و همیشه به یاد مرگ باشه حیاتش با برکت میشه. باور بکنید علما میگن انسان زمانی بدبخت میشه که یا مرگ رو فراموش بکنه یا موت رو دور فکر بکنه. الان نمیاد، 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، 50 سال دیگه میاد. و علت بدبختی فراموش کردن مرگه. اینجا خداوند اول موت آورد، الذی خلق الموت، خدایی که موتو خلق کرده. پس موت و مرگ و مردن مخلوق خداست. چرا اول مرگ آورد؟ به خاطر که این کلمه، این مرگ انگیزی باشه که تو رو وادار بکنه به طرف کارهای با برکت و تقوا و خوبی تا حیات تو رو با برکت بکنه. مرگ یعنی چی؟ تعریف مرگ چیه؟ مرگ یعنی مردن؟ این تعریفش نیست. برید کتابای تفسیر رو باز کنید. الموت لیس فناء کلیا، موت فنای کلی نیست، بلکه موت تعلق، یا ببخشید انقطاع تعلق روح با بدن در مرحله‌ای بهش میگن موت. فنا نیست، فنای کلی نیست. یک بار دیگه، موت یعنی چی؟ قطع شدن تعلق روح با بدن بهش میگن موت و فنای کلی نیست. در یک مدت زمان روح تعلقش با بدن قطع میشه، از مرحله زندگی به زندگی اونو منتقل میکنه. انسان 4 تا زندگی داره، اصلا مرگی وجود نداره. مرگ فقط چه؟ در یک حالت انسانو از حالتی زندگی به زندگی منتقل میکنه بس. اولین زندگی انسان زندگی جنینه، الحیات الجنینیه، زندگی جنین. دومین حیات انسان الحیات الدنیویه، حیات دنیا. سومین حیات انسان الحیات البرزخیه، حیات برزخ در قبر. منظور از برزخ قبره. حالا این حیات تو در برزخ 1000 سال باشه، 5000 سال باشه، بعضی هستن که 5000 سالن که تو قبر خوابیدن و حیات دارن. پس مرگ چیه؟ مرگ منتقل شدن از حیات دنیا به حیات برزخ. کار مرگ اینه، آدم از دنیا منتقل میکنه به برزخ، به حیات برزخی. حیات چهارم الحیات الاخرویه. و در حیات اخروی دو چیز هست، یا السعادت الابدیه السرمدیه یا الشقاوت الابدیه السرمدیه. و السعادت الابدیه الجنه و الشقاوت الابدیه النار. حیات چیه؟ تعلق روح با بدن یعنی حیات. الذی خلق الموت والحیات. حالا میگه لیبلوکم. اجماعاً یک صلوات محمدی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و صحبه و سلم. با اجازه شما ربع ساعت دیگه بیشتر وقتتون نمیگیرم. ساعت 11 خاتمه میدم. حالا شیخ هم که نیامد، منتظرش هستیم، نیامد، حتما
مشکلی براش پیش آمده یا معذور بودن. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. سبحان الله. هدف خداوند از خلق موت و حیات چیه؟ از به وجود آوردن مرگ و زندگی چیه؟ یک کلمه است، لیبلوکم، تا این که شما را بیازماید، آزمایش کند، مورد ابتلا و امتحان قرار بدهد. پس اینجا یک سوال مطرحه، دنیا یعنی آزمایش، دنیا یعنی آزمایش، بین زندگی و مرگ، تولد و مردن یعنی آزمایش، یعنی آزمایش. آزمایش با چه چیزیه؟ سوالات امتحانی چطوریه؟ سوالات امتحانی یکی معصیته، یکی طاعته. آزمایش با این دو چیزه، طاعت خدا، معصیت خدا. اگر معصیت خدا انجام ندادید تو قبول شدید، اگر طاعت خدا انجام دادید تو قبول شدید. انسان ها سه دسته هستند: کسانی که خوبی رو انجام میدن، بدی رو انجام نمیدن، اینها قبول شدن. دو، کسانی که خوبی رو انجام میدن، بدی رو انجام میدن، هر دوتا با هم، اینها عمل صالح با عمل طالح قاطی کردن، خیر و برکت ندارن، باز بدن. سوم، عمل بد انجام میدن، عمل خوب اصلا انجام نمیدن، اینها بدترینن. پس سه گروه انسان ها داریم، دو گروهش بدن و بدترینن، یک گروهش خوبه. سوال اینجا مطرحه، شما دوست دارید کدوم یکی از این سه تا گروه باشید؟ اونهایی که همه خوبی انجام میدن بدی انجام نمیدن، یا اونهایی که هم خوبی و هم بدی انجام میدن، یا اونهایی که بدی انجام میدن خوبی اصلا انجام نمیدن؟ جواب سوال دسته اول. محمد علی میگه دسته اول. جواب سوال دوم، آیا ما اولی هستیم یا دومی هستیم؟ سومی الحمدلله نیستید، سومی نیستید. اولی شاید باشن خیلی ها، ولی من خودم اولی نیستم، دومی هستم، اما از خدا امید دارم که اولی باشم. بهترین کدومه که کدوم یکی باشیم؟ همه دوست داریم اولی باشیم، پس چرا دومی هستیم؟ چرا دومی هستیم؟ اگه دوست داری اولی باشید چرا دومی هستیم؟ گاه وقتی کارهای خوب انجام میدیم، گاه وقت هم به سرمون میزنیم، گاه وقت خوب بیداریم، گاه وقت هم چرت میزنیم. حالا خدا بکنه که در حد چرت باشه، در حد خواب نباشه. خواب هم چند نمونه داریم، خواب سبک داریم و خواب سنگین خرسی داریم. خواب خرسی اگر مسلمانی در خواب خرسی فرو بره، باور بکن با این سر سوزن و نمیدونم اصلا بیدار نمیشه. در حدیث وارد شده که مردم همه خوابن، وقتی که اجلشان رسید بیدار میشن. مردم همه خوابن، وقتی که اجلشون رسید حالا بیدار میشه، چشمشو باز میکنه، این جمله رو میگه: رب ارجعون. خدایا حالا که بیدارم کردی، بیدار شدم، دارم همه چی رو میبینم، حالا منو به دنیا بر بگردان. رب ارجعون، منو به دنیا بر بگردان، شاید عمل صالح انجام بدم. میگه کلا، الان دیگه وقتش تموم شد.